سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه، پارت دوم، اسپورت کردن ماشین. میخوام موتور رو تقریبا اسپورت کنم، تمیز کنم، بریم برای اسپورت کردن. خب دوستان، اینا رو در آوردم، میخوام رنگ قرمز بزنم. اونو نتونستم در بیارم، پیچ داشت، من نتونستم. بریم برای رنگ آمیزی اینا. بعد باید اینا رو بشورم، خوش کنم، بعد رنگ کنم. همینطور که میبینید اینا رو شستیم، الان میخوایم رنگشون بزنیم. قبل از هر چیز اینا رو به هم میزنیم. بریم واسه بعدی. این دوتا رو هم رنگ کردیم، بریم واسه این. همینطور که میبینید رنگشون زدیم. الا یه ساعت دیگه خوش بشن، بریم موتور رو تمیز کنیم تا اینا خوش بشه. خب موتور رو تمیز کنیم. من دست خالی هستم، موتور رو تمیز میکنم، فیلم براتون میذارم. اونا که خوش شدن میذارمشون، نگاه کنین. دوستان موتور رو تمیز کردم. ببینید این موتور رو اصلا آبی چیزی بهش نزدم، فقط مایع زدم. یه ذره کف داشت، با یه تیکه پارچه مایع میزدم، با پارچه پاکش میکردم. اگر با آب میشستم برقی ماشین خراب میشد. الان بریم او دربارم بیاریم، بذاریم روش. این از رخ انتهای کار. موتور ماشین تقریبا اسپورت شده.
تا پارت سوم. خدا نگهدار.